رفقا سلام. بعد از مدت ها من دوباره اومدم با یه ویدیو شکار ماهی و الان ساعت 6 صبح. ما اومدیم سوزا، اینجا ساحل زیبای شهر سوزاست. ایشون هم که آقا عماد، سلام یار غار ما. حالا کانال یوتیوبشو تازه راه انداخته و میپردازه به غواصی و شکار. و اینم تجهیزات منه، تفنگم و بقیه لوازمم. و ما دیگه مثل ویدیوهای قبل غواصی با سیلندر دیگه نمیریم و غواصی اسکوبا. و دیگه این مدت من فقط با حبس نفس غواصی کردم، فری دایو، و یه سری ویدیو خیلی باحال درست کردم براتون و براتون میذارم ویدیوها رو. حالا اینجایی که ما میریم اون نوک، اینم طلوع خورشید، ما میریم اون نوک و اینجا ما غواصی میکنیم، شکار میکنیم. و توی عمق یعنی ویدیوهایی که براتون میذارم دیگه از 8 متر شروع میشه تا 12-13 متر. اون نوکش دیگه با توجه به جزرومت اگه آب بالا باشه به 12 متر هم میرسه، ولی وقتی آب پایینه دیگه حدودا 10 متره. و متاسفانه از بدیهای اینجا اینه که دید آب یه خورده خوب نیست. و بریم و ویدیو رو ببینیم. رفقا این ویدیویی که حدودا 16 دقیقه هم هست یه گلچینیه از یه سری غواصیایی که من اوایل مهر ماه انجام دادم اینجا توی سوزا. و اینجا بیشترین ماهی که هست یه ماهیه که حالا بهش شوینی یا شهوینی هم میگن، از خانواده ماهی های مقوا یا جش هم هست، اسمای مختلفی داره. اینجا حالا اولی رو من شکار کردم و اگه اشتباه نکنم به این ماهی مقوای خالزرد هم میگن، یا حالا مثلا جش خالزرد. و ما دیگه با حبس نفس بدون تجهیزات تنفسی میریم و حالا من اینجا رفتم پایین و این ماهی رو زدم. همونطوری که میبینین ماهی مال ما به این میگیم شوینی و احتمالاً اسمهای مختلف دیگه هم داره. حالا اسم انگلیسیش هم میشه اورنج اسپاتد تروالی، از خانواده تروالی ها یا همون مقواها یا جش ها هستن. حالا اینجا هم دوباره یه دونه شوینی دیگر رو من دارم میزنم براتون. این ویدیو رو حالا یکم من تنبلی کردم، یکی دو ماهی دیر دارم ادیتش رو میزنم تا براتون بذارم و یه خورده تایمش هم طولانی تره. و حالا توی ویدیوهایی که بعدم براتون میذارم سایز ماهی ها هم بزرگتر میشن، هم لابلاش ماهی دیگه هم من شکار میکنم. اینجا بیشترین ماهی که هست و ما شکار میکنیم، حالا این گله‌ای که دارین اون پشت میبینین یه خورده براقن، گله ماهی تلاله و سایز خیلی بزرگی هم نداشتن و اینا گلهشون اومده بود بالا نزدیکای سطح آب. حالا این چند وقته یه روزایی هم دید آب خوب بود و من حالا یه خورده از این گله تلال براتون ویدیو گرفتم و بعد یه نفسم رو حبس کردم و رفتم پایین در انتظار اینکه ببینم چه ماهی میبینم. و توی این گله حالا من سعی کردم بزرگترین شوینی که توی این گله بود رو انتخاب کنم و اونو شکار بکنم. و ماهی شوینی یه خورده ماهیه که خیلی شیطونی میکنه تو آب و یه خورده سخت هدشات کردنش. اینجا هم باز دوباره یه گله شوینی میبینین که قدیمتر ما دیگه هر ماهی و هر سایزی میدیدیم میزدیم، الان دیگه جدیدن یه خورده با تجربه تر شدیم و اون آتشش دیگه برای ما ریخته، دیگه هر سایزی رو نمیزنیم و سعی میکنیم ماهی بزرگتر رو بزنیم. البته بازم میگم ویدیوهای بعدی که حالا قراره براتون بذارم، یعنی غواصیایی که رفتم و انجام دادم هنوز ادیت نکردم و قراره به زودی براتون بذارم، ماهی ها سایزشون بزرگتر میشه. و اینجا این صدایی که دارین میشنوین صدای قایقه. حالا متاسفانه اینجا تردد قایق‌های موقعی خیلی زیاد میشه و ما هم چون قایق نداریم که حالا بریم یه سری نقطه های
مناسب برای غواصی و شکار مجبوریم از همینجا از ساحل بیایم و اینجا هم بالاخره تردد قایق‌ها زیادن و یه صداش هم شنیدین و خیلی برای ما زیاد پیش میاد. اینجا اولین شبینی سایز بزرگیه که زدم. اینجا رفتم من کف حدوداً 10 متر عمقش خوابیدم و وقتی که میخوابی ماهیا کم کم میان. متاسفانه توی دوربین خیلی، یعنی دوربین رو سرم خیلی تنظیم نبود چون بعد 2-3 ماه اومده بودم و تنظیماتش یه خورده دستم در رفته بود، ولی این شبینی خیلی بزرگ بود، یعنی یه جورایی بزرگترین شبینی بود که من تا حالا زده بودم و خیلی هم داخل فیلم متاسفانه مشخص نیست. انقدر ذوق داشتم میگه تهش یادم رفت درست ازش فیلم بگیرم. میدونی این دوربین رو سرم درست تنظیم نیست. اینجا دارم سعی میکنم تو دوربین نشون بدم که خب متاسفانه دوربین تنظیم نبود. اینجا یه عروس دریایی کوچولو رو دیدین، این باز همون روزه. من دوباره اومدم پایین، دید آب خیلی اینجا خوب نبود و اینجا نشستم اصطلاحاً به کمین و این صدایی هم که از دهنم در میارم یه صدایی که باعث میشه که یه سری ماهی‌ها مثل شوینی جذب میشن و میان به سمتت. و این طرف خیلی دید آب متاسفانه خوب نیست. یه دونه ماهی باراکودا یا قطر دیدم و تصمیم گرفتم که این ماهی رو بزنم و این یه جورایی میشه اولین ماهی قطر. حالا اینجا بهش میگن قطر، فکر میکنم چنگو هم بهش میگن جاهای دیگه، یا باراکودای دمزرد که من اینو زدم. یه خورده از قرقرم استفاده کرد این ماهی، یعنی یه خورده کشید نخمو و این ماهی خیلی ماهی ترسناکی هم میتونه باشه چون خیلی وحشیه. و من رفتم بالا دوباره نفسم اوکی کردم، استراحتم کردم، اومدم پایین که جمعش کنم. نخم گیر کرده بود و همونجور که میبینین این ماهی مرده، یعنی یا حالا خیلی بیحاله. حالا من تیرم توی ششش خورده و تنابم گیر کرده بود به این ستون و اومدم که این ماهی رو بردم بالا. همونجور که میبینین اولین باراییمه که این ماهی رو میزنم. از نیزه ماهی رو گرفته بودم و خیلی هم حالا من گوشتش رو دوست دارم، سرخ کردنیش خیلی خوبه. دوباره یه ماهی شوینی دیگه و این ویدیو همش مال یه روز نیست، یعنی شاید این واسه 7-8 جلسه غواصی من باشه که حالا همه رو من جمع کردم شده یه دونه ویدیو حدوداً 16 دقیقه‌ای. یه موقع فکر نکنین مثلا من یه روز رفتم این همه ماهی رو زدم. من هر باری که میرم، حالا با توجه به اطلاعاتی که ساعت غواصی یا دایو کامپیوترم میده، حدود 60 تا دایو میزنم، یعنی 60 بار. حالا یه موقعی حالا خیلی زیاد دارم میگم دیگه، بیشترینش 60 بار بوده. یه موقعی 40 بار، یه موقعی 50 بار تا پایین میرم و مثلا از این 50-60 بار 40-50 بار حدوداً 3-4 تا ماهی در میاد. این ماهی که دیدین اگه اشتباه نکنم محلی‌ها بهش میگن زلیبی. حالا اینجا یه پرنده‌ای رو هم ازش ویدیو گرفتم. خیلی ماهی شیطونیه و خیلی ماهی خوشمزه‌ایه. اینجا یه گلش بود و فکر میکنم مقوای طلایی هم بهش میگن، حالا انگلیسیش که میشه گلدن تروالی فکر کنم اگه اسمش اشتباه نگم. و خب من خوش شانس بودم و یکیشو شکار کردم، ولی خیلی جنب و جوش زیادی داره، خیلی سخته. حالا جلوتر باز یه جای دیگه دقیق‌تر بهتون توضیح میدم. اینجا دوباره رفتم برای شکار شوینی دیگه و اینجا توی گلهشون یه دونه بزرگترشو دیدم به نسبت بقیه و زدم. منم تفنگم سایزش 120 و یه خورده زیر آب قدرت مانورش کمه، ولی خب عوضش دقت شلیکم خیلی بالاه و به خاطر این من ترجیح میدم که این تفنگ رو با خودم بیارم. اینم یه دونه شوینی بود. و اینجا دوباره من دارم میرم پایین برای یه ماهی دیگه. حالا دوستانی که علاقه‌مند به این رشته هستن، حالا شاید خیلی از دوستانم خودشون غواص و فری دایور و شکارچی هم باشن و من به همه دوستان توصیه میکنم که اگه علاقه به این رشته دارین، آره کاری نداره، آدم میره یه ماسک و اسنورکل و فین با یه تفنگ میخره و فکر میکنه که حالا نفسش رو حبس میکنه میره پایین و میاد، ولی خیلی پروتکل‌های امنیتی داره. یعنی حالا اینجا یه شوینی بزرگ اومد سمتم و من همجا چون حرکتم کم بود جذب من شد
و توصیه‌ای که دارم اینه که حتما یا توی کلاس‌های فری دایو یا غواصی آزاد شرکت بکنین، چون یه سری مسائل امنیتی داره. شما نمیتونین غیر اصولی هی بیاین بالا نفستون رو حبس بکنین بریم پایین، خطرناکه، یعنی یه خطرهای بیهوشی یا بلک اوتی داره. حالا یا راجبش مطالعه بکنین یا حتما حالا یه دوره مقدماتیشو بگذرونین که خدای نکرده یه موقعی براتون مشکلی به وجود نیاد. اینجا دیگه آخرای اسکله است. این سازه‌ای که میبینین تقریبا سازه فلزیه، نمیدونم چیه، این آخرای اسکله است. و اینجا هم دوباره یه دونه ماهی شوینی دیگر رو من شکار کردم و حالا اینجا پرک نیزه گیر کرد. من هرچی تنابو میکشتم بالا نمی اومد. این اتفاق خیلی زیاد پیش میاد و هنوز نفس داشتم. رفتم پایین و میبینین که خب آزاد شد. پرکش هم اون نقطه اون فلز سر نیزه رو بهش میگن که برای اینه که وقتی ماهی میره توی بدن، وقتی نیزه میره داخل بدن ماهی، نیزه از بدنش در نیاد. اینجا خیلی اتفاقی یه دونه ماهی رو دیدم که نظرمو جلب کرد که یه دونه نخ قلاب توی دهنش گیر کرده بود و این نخ رو گرفتم، سعی کردم که ماهی رو بکشم قلاب از دهنش در بیارم که اینجا انقدر زور زد دیگه خودش رو آزاد کرد. و حالا سرش قلاب هم میبینین، قلاب دیگه انقدر تو دهنش مونده بود زنگ زده بود و این مال دوستان ماهیگیری بود که با قلاب میان و حالا نخشون پاره شده بود و این ماهی خودش رو نجات داد. و اینجا دوباره یه گله دیگه از همون ماهیه که حالا امیدوارم اسمش اشتباه نگم، زلیبی محلی بهش میگن. اینجا من خیلی سعی کردم یکیشونو بزنم، انقدر سریع حرکت میکردم من نتونستم دستمو تنظیم کنم، بیخیال شدم کف منتظر موندم تا ماهیای دیگه بیان و از شانس من همون گله دوباره اومد سمت من و اینجا دیگه تفنگم آماده تر بود. یکشون اومد جلوی تفنگ و من زدمش و این ماهی واقعا خوشمزه است. اگه اسم این ماهی رو من اشتباه میگم حتما بهم توی کامنت ها بگید، ولی من از دوستانی که اینجا قشم هستن شنیدم که به این ماهی میگن زلیبی و از همون خانواده شوینی تقریبا، ولی گوشتش اصلا خیلی طعمش خوشمزه تره و خیلی بالا. میبینین چقدر ماهی شیطونیه و بعد یه هر جوری بود دیگه منو گرفتم، شیء هم در دستم در میره. و اینجا دوباره یه دایو دیگه، دوباره این همون جلوهای اسکله است. اینجا اون مثلا این دیلینگی که میشنوین این ساعت غواصی من، یعنی بهم میگه که 10 متر رو رد کردی. حالا اینجا باز یه خورده اومدم پایین‌تر. اینجا یه دونه ماهی شوینی دیدم. حالا اینجا یه گله ماهی باراکودای قطر میبینید. این شوینی که جلوی تفنگمه و میبینید این نمیزدمش، یه خالی رو بدنش داشت که من میگفتم این ماهی چه مشکلی داره، یه خال سیاه، و نمیزدم که بلکه یه ماهی دیگه بهتری گیرم بیاد، ولی دیگه نفسم آخراش بود، گفتم از هیچی بهتره بذار بزنم و خیلی هم نمیفهمیدم که این خالی که داره چیه و گفتم شاید حالا مثلا قبل از من یه شخص دیگه با نیزه میخواسته این ماهی رو بزنه فرار کرده، ولی خب یه طرفش فقط زخم بود، اون طرفش زخم نبود، حالا یه خال. و اینجا نیزم هم گیر کرده بود. رفتم بالا دوباره، حالا یه 2-3 دقیقه استراحت کردم برگشتم، نیزم اینجا میبینین گیر کرده بود و نیزم رو برداشتم و خیلی دوباره توی دوربین مشخص نمیشه، ولی این ماهی روی بدنش زخمی بود که حالا اگه بیا جلو دوربین اینجا رو نگه دارم میبینین یه تیکه از گوشت بدنش کنده شده و حالا من نمیدونم چی شده که اینجوری شده، ولی خب این ماهی رو من گفتم شاید حالا زخمش عفونتی چیزی داشته باشه دیگه مصرف نکردم. و حالا نمیدونم ماهی دیگه بهش حمله کرده بود یا چی. و اینجا دوباره یه دایو دیگه همینجا زدم، همون نقطه اینجا جلوهای اسکله است ولی پشت اون مستطیل اسکله است، یعنی هنوز جلوتر از اسکله نرفتم. اینجا یه ماهی باراکودای دمزرد دیگه دیدم و شلیک کردم بهش. این خیلی سایز بزرگی نداشت ولی خب چون تونسته بودم هدشاتش کنم
درجا مرد. تیرم هم خیلی لب به لب خورده بود و اگه یکم زور میزد و نمیمرد میتونست فرار کنه. این ماهی خیلی از، یعنی تقریبا میشه گفت اکثر غواصا شکارچیای حرفه‌ای خاطره بد از این ماهی دارن. حالا خدا رو شکر برای من پیش نیامده و شده که تیر بهش زدن، شلیک بهش کردن، نیزه رفته توی بدنش و این ماهی هجوم آورده بهش. این دایو خیلی جالبه. اینجا اومدم همونجا دوباره یه ماهی باراکودا رو می‌خواستم بزنم، خوب شد نزدم. دیدم یه ماهی داره شنا می‌کنه میاد سمتم. همین ماهی بود که دیدین، ماهی مقوا. و خیلی شانسی من کلا اینجا همین یه بار این ماهی رو دیدم. فکر میکنم به این میگن ماهی مقوای سفید و این حالا سایزهای بزرگش رو جی تی یا جاینت تراوالی هم بهش میگن، یعنی همون مقوای خیلی بزرگ. حالا نمیدونم این سایزش هم جی تی بهش میگن یا نه. و خیلی حس خوبی داشت. و رفقا دمتون گرم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. در آینده کلی ویدیوهای باحال دیگه قراره براتون بذارم و نظراتتون حتما توی کامنت ها برام بنویسین و تا ویدیوهای بعد.